بینندگان گرامی، گروه ایجادی تلویزیون ورزش در نزد مهمانخانه بنیان سری دوحه ایستاده است و فوتبال بازان ما در اینجا اقامت دارند و برها ما به شما گفته ایم. امروز روزی خوش است، روزی که بازی‌های چهاریک فینالی جام آسیا 2023 برگزار می‌گردند و اینجا مهمان فخری درگاه فوتبال بازان ما یا مهمانخانه فوتبال بازان ما پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و همچنین رئیس شهر دوشنبه رستم امامولی اینجا تشریف می‌آورند. آمدن ما هم به همین خاطر است. آن کس با فوتبال بازان وا می‌خورند و طور می‌دانید علاقه پرزیدنت کشورمان پیشوای ملت امامعلی رحمان هم در اینجا حضور داشتند و با فوتبال بازان یک دور انجام دادند. نتیجهش تا بازی‌های چهارک فینالی است و امروز بعد این واخوری باز می‌بینیم که فوتبال بازان ما چگونه قهرمانی می‌کنند. قهرمانی می‌کنند یا نمی‌کنند این از اون است که علاقه قهرمانی کردن. اینجا آسیا درباره دسته منتخب تاجیکستان میگوید، درباره بازی زیبای آنها، سرعت بلند آنها، درباره مربی آنها که امروز یکی از مربیان بهترین حساب دیده می شود. سلام دستاوردی که شما کردین در تاریخ فوتبال تاجیک اولین بار است. برای این سواری سپاس. این همش محنت و زحمت و شبانه روزی شما است، کسی دیگر نیست. حاضر تمام کل تاجیکان دنیا 60 میلیون تاجیکان دنیا فقط بازی شما را تماشا میکنند و مخلصی میکنند. شما علاقه میگیم دلی نه تنها تاجیکان دنیا، دل دیگر مخلصان فوتبال که از دیگر کشورها است به دست آوردید و امروز ما همراه خود اکثریت خویشتوار شما را، والدین شما را گرفته آوردیم که محنت و زحمتی که شما در بازی امروزه میکنین آنها با چشم سر بینگرند و امیدوارم که شما باز هم از این دم خوبتر، بهتر در ورزش فوتبال، در میدان فوتبال نشان میدید. باور دارم که اون نیت و آرزوهایی که پیشوای ملت هم کرده است نسبت شما با اون سزاوار میشید. Tonight for all Tajikistan and for everybody. I know you will do it. That's right. ما را دستگیری میکنیم و وقت ما را حس میکنیم بچه ها قطعی شما کردیم میموز حرکت میکنیم که چه خیلی بازی و ینده را گذاشته میموز هم خیلی بازی کنیم مردم تاجیک خرسان کنیم و هم نومیم ای بچه ها پدرکت داریم برای شما رئیس. سلام باشید. بسیار وخوری خوبی هم بود، برای دستگیری اومدید و من فکر میکنم که امروز غلبه بکنیم یکی نه، اینش از شما پرسیدنی بود. البته بینید کسی البته همه انتظار بود تمام مردم تاجیک یک بازی خوب نشون میدن، لیکن تا این حد کسی فکر میکنم انتظار نبودن و به شبهه وقتی که یک سخنان با سخنان خیلی خوب و زیبا دستگیری کردند روحان ورزشکاران رو محترم جناب عالی، این گویی از آن بود که واقعا هم نشان دادن مهارت و ملکه اصلی خود را فوتبال بازان تاجیک و امروز بینید که برای دستگیری باز پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامولی تشریف آوردند و باید یک صحبت خیلی خوب و گرم و صمیمی نیز داشتند با ورزشکاران و این معنی آن را دارد که تمام مردم تاجیکستان، دولت و حکومت به شبهه توجه
خیلی زیاد دارد به سمت ورزش خاصه با انمون جوانان لیاقتمند. امروز گویی همین گفته ها را ما دیدیم و باوری کامل داریم که ورزشگران فوتبال بازان نیز این دستگیری را الکی احساس کردند و من باوری کامل دارم که امروز بازی به نهایت خوب نشان خواهند داد. البته من میدونم که بسیار یک فشار است، زیرا روحان باید که خود را کنترل کنند، ولی به هر حال همه تاجیکستان، مردم تاجیک، تمامی تاجیکانی برون مرزی که چون که محترم رستم امالی گفتند که 60 میلیون تاجیک از تمامی گوشه و کنار دنیا دستگیری کرده ایستادند، انتظارند و من باوری کامل دارم و من میخواهم که در این بازی یک مهارت خیلی خوب نشان دهند و غالبیت را به دست آورند.